بسم الله الرحمن الرحیم. سورة الزلزال مدنیه. سوره زلزال مدنی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا هنگامی که زلزلت الارض زلزله داده شود یا جنبانده شود زمین، زلزالها به جنباندن، و اخرجت الارض اثقالها و بیرون بکشد زمین تمام بارهای ثقیل خود را، و قال الانسان و میگه انسان بیدین ما لها که چی گپ شده بالای زمین، یومئذ در این روز تحدث اخبارها بیان میکنه زمین تمام سخنهای خود را بالای سر فلانی شخص اینی کارا میکرد اینی کارا میکرد. چرا تمام اخبار خود زمین بیان میکنه و آنچه که در زمین است؟ به ان ربک اوحی لها، بخاطری که پروردگار تو بالای از حکم کرده. یومئذ روز قیامت روز است که یصدر الناس اشتاتا، که انسان بازگردانده میشه، انسانها اشتاتن، گروه گروه، لیروا اعمالهم، تا برشان نشان داده شود اعمالشان. فمن یعمل مثقال ذره خیر یره، پس هر کسی که به اندازه مثقال ذره، یعنی به اندازه یک مخلوق یک حجروی بسیار کوچکه که حتی با چشم دیده نشه، خیری را کرده باشه یره، او را با چشم خود میبینه. و من یعمل، و کسی که عمل کرده باشد مثقال ذره، به اندازه مثقال یک ذره، شرن، عمل زشت، یره، او را هم میبینه.